پروردگار هم برادرایی که خدا خواهد انشالله از ما دور هستن پروردگار خدا الله اموراشون رزقاشون کسب و کارشون برکت کنه این دنیا عالمان و کاریانی با عمل بگردانی چی مقصد و چی آرزوها دارن خواه دینی است و خواه دنیای الله با فضل و کرم برآورده خیر بگردانی سالهای بسیار بسیار یک جا شیشتن و از هم صحبت شدن و پس روز قیامت در یعنی محشرگاه یک جا شدن و در جنت انشاءالله خدا جاویدان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صحابه یک جا شدن و الله اله مناصر شما اومدین موریدی نه تمام کردیم کاری و کیمیستو و یه دریزه و در دریزه بستورن انشاءالله خدا این پرتافتنش زمین کوفتگیتون اسفل کردگیتون و پرسید چی با اسفل کرده اون نمی نمیگذشته دوستان برای نمی نگذرفته خدا خواهد انشاءالله چی باشد یا استاد زیارت مچتی دیده یا تو کرده ولی با بفرجا اومدنی بودی خدا خواهد بچه چند تیج گفتگی الحمدلله شد باشه خدا خواهد منم خیلی الله نصیب کرد خدا خواهد مسجد که انشاءالله بینو کردستیم دم شما نکشه دعای شما ما هر یک چیز با مرزاتون گپ زدگیتون هر یکی تو هر یکی اومدگی بود تو ان شاء الله خدمت شما دعای شما دم شما گفتی الحمدلله خدا خیر سیاوش شما تعریف میکنید قولی اونا خزانه هاش مسافری بود اینجا بالندی بود ها اونجا بالندی میدونه فوتایشون اومد دیدم استاد کابینت رو خدمت اونجا کرد سوس کردیم بسیار ناز کردیم وای مقصد همین فلاشتکم وای دیا تن فلاشتکم بودش نه کلام بود است مهرو بستم استاد اینجا مهرو زمستونا اگر کوچه بالا خونگی کنه پایانو طرف خوندن میگیری اون نه اون سماعت هم می بالا با آدم‌ها چیزی پایان میخوام تاپلیپول مونده تاپلیپول که نمیگن جای مونده اش مونده اما کاری است استاد نگیشتن استاد الحمدلله بیادر شکر هم یوتیوب میدونم من هم اینستاگرام نداشتم میدونم نمی کجا باشم بعد گروه با برادرها با پارت بستیم برادرها هستن خوری بچه دیگه همشون همون یا 4-5 روز پیشم بود گفتم که همین شلو استوزم و عبدالله دومونم یکدم زیارت میکنیم گفتم پلنم تو هست با چکیم فرمانم یک کارش بود گفتم که پاسپورت گرفتم مونم گفتم پاسپورت گرفتم مونم الحمدلله پاسپورت نمیموند اما وایدیا گرانیستا پاگرام پاسپورت نشته زکام پاسپورت نباشه نمیمونه یا که نباشه پس سمالات تو ماندار کن سمالات دا یوش شما من میکنم کدوم در آواز برات داشت بوده؟ طرف توجیکستان بودگی جوش بود است. یک خدام ما با 20 کیلومتر. ما دینا باید رفته بعد توجیکستان گشته اومد. ماشاءالله این راه نازده. این 1000 کیلومتر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي مجلس فقيرون عجام حمل شنون گوید از دل و جان صلوات بر محمد گوید از صدق و جان صلوات بر محمد ای مؤمنان و اخوان مدح حبیب رحمان ای مؤمنان و اخوان مدحی حبیب رحمان گوید از دل و جان صلوات بر محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله من امروز خدا خواهد با شما یعنی در این خانه الله سبحانه و تعالی بهترین مکان، بهترین انشاءالله جای روی دنیا انشاءالله خدا خواهد این مسجدها هستند ما قرار داریم. الحمدلله از دانی من امروز آنچه کاری ما خدا خواهد با پیش رفت. الحمدلله من شما شاهد هستید درزای مسجد یعنی بالای یعنی مسجد دیومش انشاءالله خدا خواهد در درزاش انشاءالله خدا خواهد یعنی برقرار شد. الحمدلله
موندگی کارم آمد دارد، یعنی بعد دعای شما خدا خواهد با کمک و با یاردم شما الحمدلله بیعدد شکر الله سبحانه و تعالی ما شما را کچ و قوت ده خدا خواهد انشاءالله و الله سبحانه و تعالی دولت های بیشمار دوتیه انشاءالله چندین مراتب است. کارت‌های ما محکم شده است. با امروز انشاءالله یک کارت از یک برادر خدا خواهد التماس کردیم، کارتش انشاءالله خدا خواهد میگذاریم، نام روشه انشاءالله خدا خواهد فامیلش میخوانم. میتونه شما همین کارتونده خدا خواهد با حساتون گذارین. نام کارت 42 76 18 19 33 40 85 41 یعنی 42 76 18 19 33 40 85 41 مصلح الدین نظامی الدینویچ گفتگی، یعنی برادر انشاءالله کارتش با خدا خواهد امروز در ره میمونه میگذاریم انشاءالله خدا خواهد میتونین شما همین کارتنده خدا خواهد با حساتون گذارین. البته الله سبحانه و تعالی از همه ما شما انشاءالله خدا خواهد راضی شدگی باشد. این خیر احسانی که انشاءالله در راه الله دارین انشاءالله خدا خواهد مکافات اجرش الله سبحانه و تعالی میت انشاءالله میتید. البته انشاءالله من در روایت خوندم، یعنی دو چیزنده انشاءالله خدا خواهد انسان حسد کند، حسد حساب نمیشه است. یعنی حسد گفتگی چیز انشاءالله یعنی چیز یعنی هوس کردن. حسد معناش یعنی غم خوردن، یک کس ندیدن، یعنی با دنیای و مالی و چیز چاره و این طاقت نکردن انشاءالله، یا برای و یعنی خدا خواهد نیست کردن، برای و کساد کنوندن حرکت میکردگی چیز حسد میگن. دیگه دو چیز نه انشاءالله درست بوده. یکی یک برادری که حافظ قرآن است و بسیار انشاءالله قرآن زیبا میخواند، انشاءالله یک برادر هوس کند و از الله گوید که پروردگارا منم مثل همین برادر قرآن خوان کن، قرآن انشاءالله گوید که حفظ کنم در دنیا انشاءالله عمل کنم انشاءالله، یعنی نیت کند، این حسد نمیشه. یک برادری که انشاءالله سبحانه و تعالی مال و دنیا و دولت زیادش داده دایم در راه الله سبحانه و تعالی خیر و احسان کرده است، همین برادران یک دیگر برادر حسد کرده، یعنی غم خورده گویا که پروردگارا من مثل همین برادر یعنی دنیای بیشمار منم در راه خود خیر احسان کنم گویا این حسد نه انشاءالله خدا خواهد نمید اومده. این بلکه خدا خواهد همین قرآن ده حسد کردن، بلکه انشاءالله برای یعنی خیر احسان یعنی شیدن ده، یعنی آدم چی میگفته ثواب میگفته بجای گناه. عزیزان من بینین انشاءالله خدا خواهد یعنی تو با چی اندازه انشاءالله خدا خواهد یعنی سخی ها در دنیا انشاءالله خدا خواهد مکافات های عالی دارن. در دنیا انشاءالله صاحب حرمت میشن، صاحب عزت میشن، ناموش ابدی در دنیا میموند. یا اینکه این چنین خدا خواهد انشاءالله چی در بین مردم هم چی در نزد الله سبحانه و تعالی هم انشاءالله پگر روز قیامت هم اولین شده انشاءالله این سخی یعنی سخاوتمندان انشاءالله بجنت ده. عزیزان من برای همین انشاءالله میتونین شما قدر امکان خدا خواهد انشاءالله حرکت کنیم. انشاءالله 5-6 ماه دیگر وقت موند. الله اگر خدا خواهد انشاءالله شو قوت متیا خدا خواهد خونه الله سبحانه و تعالی بهترین زیبا خدا خواهد برپا می شود. البته الله سبحانه و تعالی از ما و شما خدا خواهد راضی می شود. کسانی که از گوشه مملکتی که باشن انشاءالله دستگیری دارن، البته در انشاءالله خدا خواهد نظارت الله هستند. البته الله سبحانه و تعالی خدا خواهد او را فراموش نمیکند. خدا قرآن ده میگه استعذ بالله ان الله لا یضیع الاجر المحسنین، خدا اجر احسان کننده را هیچ وقت انشاءالله خدا خواهد ضایع نمیکند. در این دنیا هم سربلندش میکند، پگه انشاءالله خدا خواهد در آخرت هم. برای من نزدان من انشاءالله فرصت در اینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله صحبت من وقت انشاءالله خدا خواهد رفته است، چون که هوا هم سک خنک شده است. انشاءالله ما هم حرکت داریم که تیزتر مسجد انشاءالله خدا خواهد با یعنی جامعه شبو پوشد برقرار شود انشاءالله و زودتر در اینجا فقط طاعت عبادت انشاءالله امر و معروف نهی منکر و انشاءالله خدا خواهد یعنی بلبلای قرآن عظیم و شان انشاءالله در اینجا باید که انشاءالله خدا خواهد چه
تماشا کنند و انشاءالله دائم در این خانه یعنی صحبتی یعنی پیغمبر صحبتی الله میشه افتگی خدا خواهد امید داریم. همیشه صحت باشین، همیشه شاد باشین. آنانی که خدا خواهد یعنی دستی سخاوت دارن الله سبحانه و تعالی همین برادرها را خیر احسانش را به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگردانند. آنچه آرزوهایی که دارن خواه دینی است و خواه دنیایی الله و فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. همه مسافران را انشاءالله خدا خواهد سلامی گرم و جوشان. ما از همه مسافرها از کدام مملکت باشد که مسلمانان دستگیری دارند البته انشاءالله منتدار هستیم دائم شب و روز، چی در نمازهای تهجد الحمدلله، چی در انشاءالله نمازهای جمعه، در نمازهای 5 وقته اهل هوشیار زمین الحمدلله منتدارند و دائم در دعا هستند. البته دعای یک است انشاءالله اجابت می شود. الله سبحانه و تعالی قرآن دا میگه استعیذ بالله ادعونی استجیب لکم، یعنی شما دعا کنید من اجابت میکنم. ما همیشه برای این برادر دعای خیر میکنیم و خیرخواه هستیم انشاءالله که خداوند در دنیا و در آخرت هم سعادتمند و سربلند بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.